درود و عصر همگان بخیر. با دو بیت از هادی میران شروع میکنم که میفهمید دیوانه ولی تقدیر این بودن، حضورت از ازل در خون شعر من عجین بودن. تو در زندان شب، من روزها در دشت تنهایی، برغم سگ دویدن سرنوشت ما چنین بودن. تبریک عرض میکنم خدمت آقای میران، چاپ اثر جدیدشان از صدای بومی باران را، و سپاسگزاری میکنم از دایر کنندگان این برنامه زیبا، برنامه‌ای که امیدهای بسیاری را برای آقای میران و سایر نویسندگان و شاعران ایجاد میکنه. دو شعر خدمت شما میخوانم و شعر اول تقدیم میکنم با آقای میران عزیز. با بلندای ابرها قدم زدن در ایلی از ستارگان، و رقصیدن با نسیمی که او را صدا میزند. رؤیای زیبایی خواهد بود منی که از جنس قطرهای بارانی رسوب کرده در اعماق زمینم. هیچ شعوری برای بالا آوردنم نیست، به سنگ تبدیل کرده است هجوم سردی ها همه چیز را. دشتی از سنگ های تشنه لب اینجاست، حتی قلب من هم دیده می شود در این میانه، و هیچ شعوری برای بالا آوردنم نیست. مخیلم قد نمی دهد به خواندن ذهن پرستوها. زمین تنگ است، آسمان دور 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 دورتر از آنچه فکرش را می کردم. شعور بالا آوردنم چند میلیون سال بعد ظهور خواهد کرد. تا آیا زنده ای در آن زمان؟ و شعر دوم، تیک عصبی گرفته است ساعت من در عصر آیسکریم های 5 روپگی و تاورهای تجارتی و نان خشک و پل سوخته و آبستن های نامشروع و شرنخود. درست 24 ساعت از 268 سالگی عصر افغان می گذرد و در اینجا هنوز کسی بلند بلند می خواند آینای کنه، بیتریای کنه، نان خشک می خرید. و کسی نبود که کفش های کهنم را بخرد، کفش هایی که قندهار تا کابل را دویده است. تیک عصبی گرفته است ساعت من، از آدم شدن آدم تا به قدرت رسیدن اشرف غنی، تیک تا تیک تا تیک. ولی ما آدم نشدیم. در عصر آیسکریم های 5 روپگی و تاورهای تجارتی و نان خشک و پل سوخته و آبستن های نامشروع و شرنخود، اثری از آدمیت نیست. مرمی های کهنه، تانک های کهنه، جنازه های کهنه میخریم. سپاس.